همه زخم ایران زمین است. ای سکاندار کامیون دار، اعتصاب تو تیشه بر ریشه دست ظلم میزند. ای که شماست دست کار بست، وقت همراه شدن با تب سرزمین است. مرد سرباز ای هماغاز، خبز و آغوش این کوچه ها بر تو باز است. این زمان هر قدم هر طرف قصه ساز است. ای نشسته لب بسته، وقت برخاستن و یک قیام است. وقت شب شعار پشت بام است. ای تماشاگران با صفوف کارگران، با خروش خواهران، با تب برادران، همراه شوید از ما شوید، هم صدا شوید یک صدا شوید، تا رها شوید تا رها شوید تا رها شوید. امشب آخرین شام من و توست. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. شاید از فردا از ما بماند تنها فقط یادهای ما. وقتی زندان و با توم و تیر است پاسخ فریادهای ما. همه پشت به پشت با دستای مشت. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. ترسی نداریم کم نمیاریم، هستیم تا جان در تن داریم. یک بار دیگر می‌زنیم از سر در یک جنگ نابرابر. ما هم صداییم یار و همراهیم. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. ترسی نداریم کم نمیاریم، هستیم تا جان در تن داریم. فقط عدالت نه به جهالت، نه به زور و نه به قدرت. اگر برگشتیم فردا از بیرون، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. یا با هم یک جا یا بی هم تنها، دوباره با عشق و شادی. فردای دیگر بازم خیابان، بازم فریاد آزادی. پیروزی با ما، آزادی اینجاست در مشت و در فریاد ما. به به چه شوری شیرین فریادی، زن زندگی آزادی.
بزن فریاد فردای ما مثل روز روشنه. اگر برخیزی که سرنوشتمون به دست تو به دست منه. اگر برخیزیم که شادی تو دلهامون نمیمیره. اگر برخیزیم که روزگارمون رنگ غم نمیگیره. اگر برخیزیم لا 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 فردای ما مثل روز روشنه. اگر برخیزی سرنوشتمون به دست تو به دست منه. اگر برخیزی شادی تو دلهامون نمیمیره. اگر برخیزی روزگارمون رنگ غم نمیگیره. اگر برخیزیم سخت هراسیده ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما. پیزد چنگی به ننگ تکیه به آرنگ ما، شیشه در آورده ای تا شکنی سنگ ما. به نفرین گیرنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم خروشیده از خاوران، به عصیان بشکوه نسل جوان. برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برآور سرود زندگی. رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با همه جهان بگو. رها شو ز قید آرزو، نگه کن به صبح پیش رو. چه مانده از این شب به جز دولک غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم. بزن پا به تخت واژه کن، بشو دست و صورت به آبشار خون. به محضا به نیکا به خشم و خون نگر، به آبان از پشت لاله گون نگر. نگر به پروانه ها در حصار پیله ها، به آزاده در بند و حصر میله ها. برای شهیدان خفته در قفا. آه برادر مزن شیشه خواهر به سنگ، خام مباش و مخور نان حرام است و فن. آنچه به خون شسته ای جان عزیز من است، گوش کن ای هموطن بانگ رسای زن است. برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برآور سرود زندگی. رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با همه جهان بگو. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، قسم به اشک شادی در لحظه آزادی. اگرچه دشمنان میکشند زنان و مردان وطن به بر، نشسته از پاییز میل ما. کنار
İro geldik şerrecini ezdekim kurti uramani bimrine yare gel ajunta bijiye kitiya popular İro geldik şerrecini ezdekim kurti uramani. امروز توده ها برای زندگی می جنگند. نیروی من را گرداریم، بساط کهن را بروبیم. مرگ بر دشمنان مردم، زنده باد دنیای نوین. برافرازید برافرازید پرچم آزادی را، برافرازید بگسلید زنجیرهای جور و ستم، برافرازید پرچم آزادی را. بشکینین زنجیر زورداری سرفراز کن سرفراز کن سرفراز کن آزادی براندن بگیری بدناکی هاتنامه ببی سوسیالیزم و سبجی ایرو خوشتر جیبه بحران‌ها خلاصی نخواهند یافت. تنها عزم ماست که سوسیالیسم را برپا می‌دارد. دست در دست هم فردای خوشی خواهیم داشت. آینده از آن ماست. بحران‌ها خلاصی نخواهند یافت. تنها عزم ماست که سوسیالیسم را برپا می‌دارد. دست در دست هم فردای خوشی خواهیم داشت. آینده از آن ماست. سرفراز کن آلا آزادی سرفراز کن سرفراز کن بشکینین زنجیر زورداری سرفراز کن سرفراز کن سرفراز کن آلا آزادی. میدون جنگه اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه میدون جنگه
بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگ دارا و ندار، از هر قوم و تبار مثل فشنگ قطار. میدون جنگ تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. فصل اتحاد مرگ اختلاف، افتخار تکه کنم به هم وطن بشم تکه گاهش. شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره فصل سمزدایی وسط باز و حزب باد. هر تفکری که داری با هر دین و آیین کنارمون بیست سالها کنارت ایستادیم. ما نعره خشم هزار بی صداییم، شورشی کم ریشه انقلابی داریم. عرب و آشوری، ارمنی، ترکمن، مازنی، سیستانی و بلوچ و تالش و تات و آذری، کرد و گیلک، یور، فارسی، قشقایی. ما اتحاد رودهاییم، دریاییم. ورزشکار و هنرمند، دست فروش تا کاسب، از محصل و معلم، مهندس تا کارگر، میکنیم کرگوش دیکتاتور و با ساز حق. زن زندگی آزادی، میجنگیم تا پای مرگ. شونه به شونه، پا به پا، دیوار دفاعی. باورم به هم بستگی مثل ایمان الهی، مثل مسخ دین، مثل مجنون بی باکسینه چاکی میران. تومه مطیع این بیگانه ها نیست. میدون جنگ اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگ بیا که بخت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگ دارا و ندار، از هر قوم و تبار مثل فشنگ قطار. میدون جنگ تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. دستای گره تو دست هم، جهان تو دست ما. دانشجوی قهرمان تا خیابون و رپ فارس. ایران و فروختن رفیق رفت خونت به باد. وقت تصفیه است میذاریم جلوشون صورت حساب. میدون جنگ خورشیدو گرفتن، خواب خوش به شب نذاریم براشون. نه تلاطمم، موج دارم، پشتبانم به ایرانه. به میلیونه بدهکاریم، به این خونه آزادی رو آبادی رو بدهکاریم. و شادی رو واسه دیکتاتور و شغالاش و حامیاش، بند و گرفتاری رو. میدون جنگ جان ازم پا پس نکش، با جنم با هم تهش رو میبینیم چون فتح میکنیم. میبینید که جنگی شدیم، چه نسلی تولید کردید که ریز و درشتش هم ضد تنبی باکه. تشه یه جور آزادی از زندگی سیرابه. شکوه ما اتحاد آینده‌تون سیاهه. شبح میشیم تو شب، کابوس میشیم براتون. در پس این دوزخ فانوس دیدیم در آن سو. دار جلو دارم نیست، نه سرکوب و نه قانون. نره میکشم و میام جنگجوی پر هیاهو. میدون جنگ اثر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگ بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه. میدون جنگ دارا و ندار، از هر قوم و تبار مثل فشنگ قطار. میدون جنگ تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. میدون جنگ درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. یک بار دیگه در پخش زنده ویژه خیزش سراسری و انقلاب سراسری در ایران در خدمت شما عزیزان هستم. همونطور که مطلع هستید امروز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنانه. در این روز یاد خواهران میرابل و همه زنان مبارزی که در راه آزادی و برابری جان باختند را گرامی می‌داریم. بله عزیزان بیننده، در این بخش از برنامه همراه هستیم با رفیق مرسد قایدی، فعال سیاسی و دادخواه دهه 60 که ایشون برادرشون رو جواد در دهه 60 از دست دادن و به دست جمهوری اسلامی اعدام شدن. یاد همه جانباختگان دهه 60 و همه عزیزانی که در طول 43 سال گذشته در راه آزادی و برابری به شیوه‌های مختلف به دست نیروهای سرکوبگر رژیم دشخیمان جمهوری اسلامی جونشون را از دست دادن گرامی می‌داریم. رفیق مرسد عزیز سلام و درود، خیلی خیلی خوش اومدید. با درود به شما و ممنون از این که دوباره منو دعوت کردین همراه شما باشم. بسیار ممنون رفیق عزیز. خیلی خوش اومدید، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. رفیق مرسد، خب همونطور که اشاره کردم امروز 25 نوامبر و انقلابی که الان در ایران در حال جریان هستش بر اساس خشونتی بود که نسبت به زنان در طول 43 سال گذشته روا داشته شده. میشه گفت بر این بستر بود که جرقش زده شد. خشونتی که بر از جمله زنان و علل خصوص زنان، البته به همه قشرها و چه زن چه مرد، حتی به طبیعت هم جمهوری اسلامی رحم نکرده، ولی علل خصوص ستم مضاعفی نسبت به زنان روا داشته شده.
نظرتون در این مورد چیه و در این روز خاص که ما روزانه شاهد هستیم که چطور در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی چطور زنان زندانی، زنان معترض زیر ضربات متعدد و خشونتبار جمهوری اسلامی جونشون را از دست میدن؟ در ابتدا لازم میدونم صحبت من رو با ژن ژیان و زن زندگی آزادی شروع کنم و در ضمن من امروز این شال قرمز و بیاد مادران کردستان که سنتا همیشه این پرچم سرخ رو با همراه گل سرخ از نوروز خونین 58 تا به امروز ادامه دهنده راه بچه هاشون بودن و همچنان الان میبینیم در این دوره‌ای که کردستان رو چند روزی که سرکوب وحشیانه کردن دیدیم که همین پرچم دست مادران دادخواه و مقاوم هست و من به عنوان یکی از خانواده‌های خاوران و به عنوان یکی از خانواده‌های دادخواه خواستم بگم مادران دادخواه از کردستان، زاهدان، بلوچستان، تمام ایران، ما همه در کنار هم هستیم. ببینید ما امروز در مورد روز جهانی علیه خشونت، اتفاقی که در 1960 افتاد، خواهرانی رو که شکنجه کردن و جالب برای فعالیت سیاسیشون شکنجه کردن و بعد در 1981 دوباره تو کلمبیا پایتخت سرسوبه کرد، تازه 1999 تصویب شد تو سازمان ملل. ما زمانی داریم از این تاریخ صحبت میکنیم که درست امسال زنان ایران در واقع جهان رو تکون دادن و تاریخ جدیدی رو ثبت کردن. من ایمان دارم که بعد از پیروزی این انقلاب زنانه و این انقلاب بزرگی که رهبری دست زنان ما بود در تاریخ مبارزاتی جهان ثبت خواهد شد که چه بر زنان و چه بر مردان ما گذشت. ببینید امروز ما داریم راجع به خشونتی صحبت میکنیم که همونطور به درست شما در صحبتاتون گفتیم 4 دهه خشونتی که علیه جامعه در ایران از تمام جامعه رو خشونت گرفت، ولی یه ویژگی که داشت تبعیض جنسیتی رو زنان خاص بود، شکنجه خاص بود و سرکوب در مورد زنان ویژگی های خود داشت، علاوه بر اینکه جامعه داشت سرکوب میشد و از بدو به قدرت رسیدن این حکومت جنایتکار ما ببینیم این یک روند مبارزاتی علیه خشونت شروع شد. و یکی از نکاتی که جالب ما بگیم، زنان ما خیابون داشتن همیشه. چرا؟ برای اینکه به خاطر حجابشون مرتب مورد سرکوب در خیابون میگرفت، سرکوب قرار میگرفتن و همیشه این ابزار مبارزاتی، رژیم همیشه خواست این ابزار مبارزاتی رو از همه جنبش های متفاوت بگیره ولی از زنان نتونست بگیره، به خاطر اینکه نیروی سرکوبگرش در خیابون بود، گشت ارشاد در خیابون بود و همیشه میکوبید زنها رو و از همون تاریخ این جنگ در واقع جنگ دو طرفه شروع شد. یعنی اگر ما بخوایم امروز رو ببینیم باید این تاریخ 14 رو ببینیم. جنگیدن زنان ما، دختران ما. ببینید حتی اتفاقی که افتاد در زندان ها موقعیت ویژه‌ای ما داشتیم، نه که زنان قبلا مبارزه نمی کردن ولی انقلاب 57 هم یه ویژگی داشت، زنان با قدرت اومدن تو خیابون، هرچند نتونستن امروز نقشه که داره اون وقت بود، ولی ما باید ببینیم تاریخاً اولین بار بود که زنان در همه ایران در خیابون ها بودن. به همین دلیل من گفتم من از نوروز خونین این پرچم رو دیدم، چون در نوروز خونین در کردستان بودم و این پرچم از همون وقت برافراشته شد تا به امروز. از فعالین دادخواهی بگیریم تا حقوق زنان، همه عرصه ها ما میبینیم خیلی از این جنبش ها پرچمدارش زنان بودن.
حتی تو اعتراضات اخیر، جنبش معلمان، جنبش کارگری، جنبش محیط زیست، ما میبینیم زنان در دوش مردان دارن میجنگن. یادمون باشه تو اعتراضات کارگری خانواده ها با بچه هاشون اومدن تو کارخونه و کنار همسراشون ایستادن. به همین دلیل یه خشونت سازمان یافته علیه زنان اتفاق افتاد، ولی در مقابل همه این خشونت ها و باید بگیم همون اتفاقی که 1960 افتاد برای فعالیت سیاسی بود، برای اینکه میخواستن در جامعه باشن که آزاد برابر باشه، هم با مرد برابر باشه. ولی یه اتفاقی که افتاد، ابزار در واقع حجاب پرچم ایدئولوژیک رژیم بود، پرچمی بود که با اون به قدرت رسید. به همین دلیل از نظر من به درست این مبارزات وقتی با این شعار ژنژیان آزادی اومد میدان، یعنی به نظر من تمام این 14 رو داره نمایندگی میکنه ژنژیان آزادی. چون در جامعه‌ای که ببینید، من از روز اولم این شعار برای من این تصویر رو داشت، یک جامعه‌ای که وقتی میگیم زندگی باید استثمار نباشه، نباید وجود داشته باشه، جامعه آزادی که زن درش آزاد باشه. این از نظر منه. به همین دلیل این شعار ترکیبی هست از جنگ، از مقاومت، از مبارزه در این بیش از 70 روز الان. به همین دلیل امروز یه روز ویژه‌ای هست در تاریخ مبارزات زنان، به نظرم در تاریخ مبارزات فمینیست‌ها در جهان. ما میبینیم که وادار کرد این مبارزات زنان همه دولت‌هایی که تا دیروز الان هم هستن در کنار این رژیم سرکوبگر ایستادن، صدای ما نمیخواستن بشنون. نه که صدای ما بلند نبود، صدای مبارزاتی ما همیشه بلند بود، ولی اینها گوشاشون رو گرفته بودن به خاطر منافع اقتصادیشون. الان هم رابطه اقتصادیشون داره، ولی به نظرم مبارزات مردم ایران و این انقلابی که شروع شد وادارشون کرد که صدای این انقلاب و این خیزش رو بشنون و ما همه جا میبینیم در پارلمان اروپا و همه کشورها دارن از شجاعت زنان و مردان ما میگن، از نوجوانان ما میگن، شجاعت نوجوانان ما. و متاسفانه امروز که ما داریم راجع به علیه خشونت صحبت میکنیم، خیلی عزیزای ما رو از دست دادیم، نوجوانای دخترمون از دست دادیم. و من اینجا میخوام دقیقاً از نیلوفر محمدی صحبت بکنم. نیلوفر محمدی که در زندانه و خبر مهسای عزیز ما رو پخش کرد. خبرنگاری بود که اولین بار این خبر مهسا رو پخش کرد و ما میبینیم مهسای ما آغاز کننده یک انقلابی بود که اگر این انقلاب، برای اینکه ما همیشه میدونیم تمام این کشورها برای سرکوب انقلاب همیشه آمادگی دارن، ولی تا به امروز این انقلاب ما انقلابی ویژه‌ای هستش، انقلابی هستش که به نظر من یک انقلابه که آزادی برابری میخواد. ما هر روزه از شعارها میبینیم، از مبارزاتی که در کف خیابونه و این جنبش به قول خود شعاری که میدن سر باز ایستادن نداره با تمام سرکوب‌ها، چون نمیخواد به عقب برگرده و این جنبش دیگه به عقب بر نخواهد گشت، برای اینکه اتفاقات و در واقع روزانه ما داریم میبینیم این به عقب نمیخواد برگرده. حالا من دوباره یکم چیز میکنم که شما اگه سوالی داشتین. سپاسگزارم از حرفای قشنگتون. امیدوارم که روزی شاهد این باشیم که پرچم سرخ در جای جای ایران به اهتزاز در اومده. خب شما گفتین که به درستی اشاره کردین که این جنبش سر باز ایستادن نداره، این انقلاب سر باز ایستادن نداره و به درستی اشاره کردین که زنان دستاوردهای بسیاری داشتن. میخواستم به عنوان اینکه خب امروز 25 نوامبره، اگه ما مقایسه کنیم با 25 نوامبر سالهای قبل، امروز زنان بعد از 43 سال دستاوردهای بسیاری داشتن. میخواستم از این دستاوردها برای ما بگید و آیا اگر هرچند که احتمالش
بسیار کمه، اما خب کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. آیا اگر این انقلاب حتی به صورت کوتاه مدت هم سرکوب شد، زنان دستاوردهایی رو که به دست آوردن پس میدن؟ به هیچ وجه. ببینین یه واقعیتیه، از روزی که زنان ایران مبارزه رو شروع کردن یه اتفاقی افتاد. اتفاقش این بود که در جامعه از نظر قانونی زنان نقش دومی داشتن، ولی از نظر اجتماعی زنان این نقش رو نداشتن. شما ببینید مرحله به مرحله. یه نکته رو من تو خیلی از این مصاحبه‌ام گفتم. ببینید دو تا فرد همدیگر رو دوست داشتن، دختر و پسر جوان. وقتی میخواستن ازدواج کنن حق طلاق ازش میگرفت، حق خروج ازش میگرفت، حق حضانت بچه رو میگرفت. یعنی اعتماد نداشت به این که حتی دارن عاشقانه میخوان با هم زندگی کنن. و این نشون میداد که جامعه قوانینی دست مرد رو باز میذاره. به همین دلیل دستاوردشون چی بود؟ ببینید حجاب اینها در واقع میخواستن ما رو از آموزش پرورش بندازن بیرون، از بیمارستان ها ما رو بندازن. ببینید من به عنوان یه نرس اون زمان سرکوب شدیم، کلاه رو از ما گرفتن، حجاب سرمون کردن. معلم‌ها یادمون باشه دانش آموزای کوچیک رو در مدرسه وقتی وارد میشن سال 59 نگاه میکردن که روسریش تا اینجا باشه، ولی بعدن این دستاورد رو دیدیم 1401 70 روز قبل موقعیت زنان دیدیم در محیط‌های علمی. 60% دانشگاه از زنان تشکیل شده بود با تمام سرکوب‌ها. هنر، شما ببینید زنان نقش داشتن تو عرصه مبارزاتی. یعنی مرحله شما هر عرصه‌ای از جنبش‌ها رو ببینید، جنبش‌های اجتماعی رو ببینید، زنان درش نقش داشتن. شما نمیتونستین، یعنی در واقع ما نمیتونیم نقش زنان رو نبینیم در جامعه‌ای که خیلی جالبه. در یک جامعه‌ای که قوانین ضد زن در تمام این جامعه در واقع حک شده از قانون اساسیش و تمام قوانین حقوقی، سیاسی، اجتماعی همش ثبت شده، ولی در واقع ما میبینیم این اتفاق در مورد موقعیت زنان نیفتاده. شما هر کدوم ببینید چند درصد از فرهنگیان ما معلماش زن هستن و امروز میبینیم نقشی که معلمان به همراه دانش آموزاشون دارن ایفا میکنن و مسئله این که به فشاری که این زنان آوردن خواسته برابر بودن رو دارن. تو همه این در واقع عرصه ها رو ما بگیم، تمام این عرصه های علمی و سیاسی و اجتماعی زنان در واقع حضور برجسته داشتن. من چرا میگم حضور برجسته؟ اگر تمام این 14 رو بگیریم تو این 70 روز ما داریم میبینیم دختری که با لباس شخصی میجنگه، دختری که در مهاباد میره بالای ماشین پرچمش رو میبره بالا، دختری که رو در رو وامیسته با گروه شکنجهگر و سرکوبگر اون رو به جنگ میطلبه. ببینید این صحنه‌ها تاریخیه، تاریخی از این جسارت، شجاعت، مقاومت. همه این مجموعه رو ببینید، اینها نقشی که دختران و پسران نوجوان ما و نسلی که در واقع داره می جنگه و اینها در واقع به ما دارن شجاعت میدن. ما در مقابل این همه مقاومت داریم سر تعظیم باید فرود بیاریم که این بچه های ما دیگه نمیخوان. شما نکته ای رو گفتید، حتما اینطوره، تمام هم غم این رژیم جنایتکار میخواد سرکوب کنه. از نظر من احتمال خیلی ضعیفه، برای اینکه این جنبش به جایی رسیده برگشتش به عقب خیلی سخته. معلومه با کشتار، با همین اتفاقی که امروز افتاده نزدیک 20,000 نفر دستگیر کردن. آمار متفاوته. تو زندان ها چی داره میگذره ما خبر نداریم. خوشبختانه دیروز خانواده تعداد زیادی جلوی زندان جمع شدن. چرا من میگم رژیم ابزار سرکوبش الان زندان، ابزار سرکوبش اعدامه، ابزار سرکوبش شکنجه است، ولی آیا میتونه به عقب برونه؟ من همینجا نسل جدید رو برمیگردونم به انقلاب به دهه 60. ببینید با همه سرکوب هایی که دهه 60 شد ولی پرچمش به زمین نیفتاد.
عقب نشینی کرد این جنبش، مجبور شد. من میگم پرچمش امروز تو خیابون. دهه 60 چه خواسته‌ای داشت؟ دهه 60 میگفت آزادی، برابری، میگفت همه باید زندگی برابر داشته باشن. دهه 60 چی میخواست؟ آزادی بیان. دهه 60 چی میخواست؟ میخواست من کمونیست آزادی بیان داشته باشم. دهه 60 باور همه رو به خاطر افکارشون اعدام کردن، چیزی که رژیم تا به امروز نگفت. ما رو به خاطر افکارمون تو زندان کردن، فقط به خاطر افکارمون. به همین دلیل رژیم یکی اژه‌ای برگشت گفت این نسلی که به خیابون اومده من یاد دهه 60 میندازه. ببینید دهه 60 یعنی چی؟ نمادی از مقاومت ایستادگی بود، ولی دورش با دهه 60 فرق کرد، چون اونجا در سرکوب یک انقلاب بوده، ولی الان ما در شروع انقلاب هستیم. حتی با این سرکوب وحشیانه که داره میکنه ممکنه وادار مدتی به عقب نشینی بکنه، ولی نمیتونه مردم رو برگردونه به اون موقعیت قبل از 70 روز. نمیتونه اینو برگردونه. ببینید اعتراضات شما میبینید سازمان داره شکل میگیره. بعد به خاطر 4 دهه سرکوب، شاید من خیلی میبینم همه نگرانن، 3 ماه شده. انقلاب یک روند طولانی داره، انقلاب طول خواهد کشید، چون باید خودش رو سازمان بده. مرحله این انقلاب داره میاد جلو. شما همین روزا رو مقایسه کنید با اوایل روزهای شد، وقتی که دیروز شعاری که مطرح میکنن تهران بشه مهاباد، ایران میشه گلستان. ببینید اینها همه شعارهایی که ما جلوی سرکوب مهاباد کردستان نیستیم، چیزی که یکی از حربهایی که شکست خود رژیم زاهدان و کردستان و بلوچستان و همیشه میخواست از مردم ایران جدا کنه. بعد در نوروز خونین کرد ولی موفق نشد. من یه صحنه رو دیدم خیلی برام جالب بود، جمع‌آوری دارو. من برگشتم به خودم، وقتی که من از نوروز خونین کردستان برگشتم چادری زدم در دانشگاه تهران برای جمع‌آوری داروی کردستان. همون دارو رو من برداشتم برگشتم. با واقعا به نسل جوان میخوام بگم، من در اون تاریخ کارتون دارو میگرفتم. زهرا خانم منو میزد ولی من 10 روز اون چادر رو گذاشتم. شما نمیدونید چه حمایتی گسترده ای مردم از چادر رو من کردم. واقعا 1,000,000 تومان اون زمان پول زیاده کمک کردن که ما دارو بخریم ببریم به کردستان. وقتی امروز من این تاریخ رو میبینم، دیشب که من این صحنه ها رو پریشب دیدم، باور کنید همونطور گریه از شادی میکردم. این اتحاد، این همبستگی چطوری بعد از 70 روز اونجا تانک بردن، تمام نیروی نظامیش رو تو کردستان بردن، ولی نه مردم کردستان، مردم قهرمان کردستان عقب نخواهند شد. به نظرم کل ایران نخواهد عقب نشست. کل ایران الان حواسشون به کردستان هست. ابزار مبارزاتی بالاتر فرق میکنه. همیشه اینها خواستن کردستان سرکوب کنن چون میخوان ایران از بخوابونن. باید اینو در نظر داشته باشیم. به همین دلیل انقلاب به نظر من روند طولانی داره. حتی انقلاب 57 13 ماه طول کشید. شاید نسلی که پاییز دهه 80 هیچ خاطری از اون ندارن، ولی 13 ماه طول کشید. ولی چون این دو حکومت 4 دهه سرکوب کرد، همه خانواده ها شلاقه، این رژیم اینا رو گرفت. از خاوران گرفته، از تبریز گرفته، از آذربایجان گرفته، از کردستان که زودتر از مادران خاوران در واقع بچه هاشون کشتن. خاوران کردستان الان وجود داره، خاوران های کردستان، و چون تو کرمانشاه هست، تو سنندج هست، چون من این را آمار دارم. به همین دلیل ولی در واقع نتونست اون مبارزه رو عقب برونه، چون 88 هم یکی از سپاه پاسداران گفت ما هر چی داریم میکشیم از دهه 60 داریم میکشیم. یعنی چی دهه 60؟ یعنی پرچم دهه 60، یعنی ایستادگی، یعنی مقاومت، یعنی مبارزه. اینا به هم گره خورده. همین چیزی که شما، من داشتم نگاه میکردم سرودهایی که پخش کردیم
در دانشگاه شما ببینید چه اتفاقه از نظر هنری داره میفته. هنر انقلابی، ما داریم شاهد روزانه هنر انقلابی هستیم، سرود انقلابی و حمایتی که از به عنوان مادرم ما رو پروران، مادری که نقش حیاتی بازی کرد، مادری که شلاق این رژیم از روز اول مادرای ما رو گرفت. میدونین چرا شلاقش مادرای ما رو گرفت؟ فرزندان دلبندشون ازشون گرفتن، فرزندانشون رو کردن تو زندان، ولی مادرای ما عجز و لابه نکردن، پرچم این بچه ها رو بلند کردن و ایستادن و مبارزه رو ادامه دادن و امروز این صحنه‌های تاریخی رو ما میبینیم از مادران. واقعا دادخواهی امروز روزایی رو در تاریخ ثبت کرده که در دنیا به مادران، الان من فکر کنم ما از مادران آرژانتین بخوایم صحبت کنیم، از مادران شیلی صحبت کنیم، ولی یکی از مادران دادخواه ما که فردا تمام این فیلم رو در دنیا خواهیم پخش کرد، مادران دادخواه ایرانن که امروز همین الان قبل از که من با شما مصاحبه کنم دوباره صحنه یکی از مادران دادخواه رو دیدم. یادمون باشه مادران دادخواه میان و همونجا، این بسیار سخت و دردناک، من همیشه با این مادرها گریستم، ولی دستشو بلند میکنه میگه به خصوص تو کردستان گفتن این متعلق به من نیست، این متعلق به کردستانه، متعلق به مردم ایرانه. ببینید این همه قدرت رو از زنها ما داریم میبینیم، قدرت عزیز از دست دادن تا عمر داریم با ماست، تا عمر داریم، تا وقتی که زندگی میکنیم با این عزیزایی که از کنار ما رفتن نفس میکشیم ما هر روزه. به همین دلیل تمام این مجموعه که میبینیم تا همینش ما دستاورد زیادی به دست آوردیم تا همین امروز، حتی اگه اینها یک مقطعی به ما رو وادار به عقب نشینی بکنن که من شاید همیشه صحبت میکنم میگن تو جزو خوشبینان هستی، ولی من فکر میکنم که این انقلاب سربازی ایستادن نداره و اتفاقی که دیروز افتاد وادارشون کردیم، اتفاق سازمان ملل که در واقع کمیسیون حقیقتی‌ها، ببینین 4 دهه جنگیدیم، اینا صدای ما رو نخواستن بشنون. ما مدیون اون بچه‌هایی هستیم که انقلاب کردن، ما مدیون نیکا هستیم، ما مدیون مهسا هستیم، ما مدیون آریان و اینقدر اسم هست، ما مدیون اوناییم که دیروز وادار کردن سازمان ملل بگه باید برای این جنایت، و اگه گوش کرده باشین با برایه شروین عزیز ما در پارلمان اروپا داشتن صحبت میکردن، این جنبش وادار کرد اینا رو، این در واقع انقلاب وادار کرد اینها رو که عقب بشینن. من روزی که رئیسی جنایتکار رفته بود در سازمان ملل، ما همینجا جلوی سازمان ملل بودیم، من همونجا گفتم مکرون تو با یک جنایتکار، مهسای ما رو 2 روز بود کشته بودن، گفتم تو با یک جنایتکار دست میدی و مجبورت میکنیم که از مردم ایران باید معذرت بخوای. هرچند که از مردم ایران معذرت نخواست ولی رفت با کسان دیگری دست داد، ولی ما همون وقت گفتیم با این جنایتکار نباید دست بدیم. مهسای ما رو 2 روز بود مهسای ما رو کشته بودن، مهسای نازنین ما رو کشته بودن و جنایتکار مکرون رفت با یک جنایتکار دست داد، ولی امروز میاد رأی میده که همین رژیم باید برایش کمیسیون حقیقتیاب تشکیل بشه. اتفاق 70 روزه رو میبینیم، این انقلاب چه تحمیلی به اینا کرد، تحمیل کرد به ما لطف نکردن اصلا، 4 دهه کشتار کردن، لطف نکرده با ما سازمان، وظیفه سازمان ملل بود. از ما 67 گفتیم، 60 گفتیم، 88 گفتیم، 96 گفتیم، ولی صورتشون رو برگردوندن، ولی امروز این انقلاب زد تو صورتشون، گفت باید بشنوی از من، باید عقب بشینی و صورتشون رو باز کردن و الان دیدن. اینم واقعا تبریک، میدونم عزیز از دست دادیم، ولی این باز باید بگیم انقلابونه که در خیابونا، کف خیابون هستیم، ما مدیون مبارزه شما هستیم، مدیون
مقاومت شما هستیم که دیروز این اتفاق تاریخی افتاد. اتفاق تاریخیه، چون اینا نمیتونن پاشون دیگه خارج از ایران بذارن. این ابزاری که میشه دستگیرشون کرد. ما میخواستیم دستگیرشون کنیم، در واقع به ما این اجازه رو نمیدادن. مسئولیت دولتی دارن، مسئولیت دیپلماتیک دارن. ما میخواستیم در واقع اون هر کی میومد، ما سالها درباره این داریم می‌جنگیم، نه مسئولیت دولتی. خودشون الان مسئولیت دولتی رو برداشتن با این کاری که انجام گرفته. البته باید ببینیم در 2 هفته آینده چی خواهد اتفاق خواهد افتاد، ولی این یک روند مبارزاتی این انقلاب بوده. سپاسگزارم رفیق مرسده. شما در حرفاتون به زندانیان سیاسی اشاره کردین، به کشتار دهه 60 و همه این 4 دهه اشاره کردین، به مقاومت زنان. میخواستم در این مورد ازتون سوال بپرسم که خب شما از زندانیان سیاسی گفتید و امروز 25 نوامبر و چند روز پیش در آستانه 25 نوامبر خبرگزاری CNN یک میشه گفت پرده از یه جنایت برداشت که به زندانیان سیاسی، علل خصوص زندانیان سیاسی زن در زندانهای جمهوری اسلامی تجاوز میشه. هرچند که شما بهتر از من میدونید که در دهه 60 به عزیزانی که زندانی سیاسی بودند و زنانی که هنوز ازدواج نکرده بودند، جمهوری اسلامی چطور قانوناً از طریق مذهب و خیلی رذیلانه به این زندانیان عزیز تجاوز کردند. و میخواستم نظرتون رو در این مورد بپرسم. و اینکه چون وقت برنامه ما خیلی کمه، بعضیا مدام میگن که جای شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، این جای این شعار که باید در صدر شعارها باشه خالیه. نظرتون هم در این مورد برای ما بگید، خیلی ازتون ممنون میشم. ببینید، حتما من یکی از اون کسایی هستم که مرتب میگم این باید همه‌گیر بشه در ایران. واقعا شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، چون ما باید فشار بیاریم و در کنار خانواده ها بایستیم. و این من چون وقت کوتاهی در مورد شکنجه به طور واقعی، من از دهه 60 از روز به قدرت رسیدن حکومت همیشه ما همراه مردان شکنجه می شدیم، ولی شکنجه زنان برتر یک چیز مضاعف داره و الان رژیم از این حربه داره استفاده میکنه. ببینید بعضی زندان ها باید بینندگانی که پای صحبت ما نشستن بدونن بعضی زندان ها وضعیت بسیار خطرناکه. ببینید رژیم از ما گروگان میگیره، همیشه همینه، میگه شما اعتراض بکنید من از شما گروگان میگیرم، گروگان‌های ما رو زیر شکنجه قرار میده. ما اگر بگیم نه اشتباه کردیم، ولی در مقابل شکنجه مقاومت وجود داره، حتما اینطوری. دهه 60 مگه ما رو نزد؟ به درست خودتون گفتیم، با بیشرمی جعبه شیرینی برداشتن، این که آدم واقعا نمیدونه چی، جعبه شیرینی برداشتن از دم خونه ها، گفتن دخترت رو ما به عقد در آوردیم. اینا همون جنایتکارانن، و همین دلیل باید این اعتصابات و این اعتراضاتی که داره میشه به طرف در زندان ها بره، در سراسر ایران. هر زندانی که ببینید یه سری مکان های بینام نشان داره، رژیم از دهه 60 هم این کاری میکرد، اینها یه جاهای بینام نشان دارن، ولی یه سری زندانایی که رسمی ما میشناسیم باید دم در زندان ها هر روز جمع بشیم. ببینید اون روزی که زندان ها آتیش زدند، من میگم زدند، به خاطر اینکه 2 تابعیته رو خارج کردن از اون بند، اخبار دقیق دارم، اونها رو بردن 3 ساعت قبلش اینا رو خارج کردن. اینا گفتن چرا ما رو داریم میبریم؟ اینا نمیدونستن 2 تابعیته رو. بعد این اتفاق افتاد. همون وقت رفتم بالای تپه اوین دست تکون دادن. من بلافاصله تو اینستاگرام نوشتم دوستان عزیز این بچهای زندان نیستن، من 8 سال در زندان اوین زندگی کردم، این فاصله تا اونجا نیست. و رژیم آتیش زد، ولی همون رفتن مردم به در زندان این وادارش کرد که عقب بشینه. و البته همون روز باید بدون ماشین پیاده میرفتیم. جهت تجربه ما زندانیانمون سال 57 خودمون آزاد کردیم، شاه نمیخواست آزاد کنه. ما زندانیانمون با تحسن خانواده تو دادگستری نشستن و هر روز در چمن دانشگاه بچه های زندانی آزاد میشدن، خانواده ها میمدن.
به همین دلیل از بینندگان عزیزی که پای صحبت ما نشستن، مسئله زندان سیاسی یکی از مهمترین شعارهای مبارزاتی ما الان در این انقلابه. هر روز باید همه‌گیر بشه و دم زندان ها همراه خانواده ها جمع بشیم و خانواده های عزیز، من میدونم مسئولیت بسیار بزرگی به عهده‌شونه، عزیزای دیگرشون رو میگیرن، گروگان میگیرن ازشون، ولی باید بیان صدای بچه هاشون باشه. ما بدونیم، ما الان نمیدونیم آمار اون زمانی که زندان آتیش زدن یا آمار هست 100 تا یا آمار هست 200 تا. زندان رشت تازه ما اخبار گرفتیم 9 نفر رو بردن مثل خاوران بینام نشان یه جا دفنشون کردن. به همین دلیل ما باید صدای بچه های زندان باشیم. هر روز ماها کسایی که اینجا امکانش ده، من تا اونجایی که امکان دارم تمام شنبه هایی که ما در بیرون از تظاهرات، غیر تظاهراتی که وسط هفته میشه، همراه با عکس زندانیا میریم و تمام. ما نمیگیم زندانیای ما هویت ندارن، ولی باید با عکسشون بهشون هویت بدیم و با اسمشون. و من برای همین گفتم نیلوفر محمدی گره خورده با مهسای عزیز ما. نیلوفر هیچ خبری ازش نیست، اون این در واقع گره خورد، اون اسم مهسا رو گفت، مهسا رو ما کشتن. به همین دلیل مسئله زندانیان، من نمیخوام بگم به وحشت جا کنم، ولی این واقعیه. ما آزادیم، اون از ما گروگان میگیره میبره تو زندان. پس بنابراین باید جلوی زندان ها جمع بشیم، باید تک تک اسم زندان. ما 20,000 آمار نداریم، به اعتراف خود رژیم میگه 16,000 تا، ولی ما آخرین آماری که داریم میگن بالای 20,000 تاست. ما باید اسامی 20,000 نفر داشته باشیم که نذاریم رژیم اینا رو اعدام کنن. ببینید اینا رهبرایی که شناخته شده از قبلا جنبشات تو زندان بودن، ولی الان بچهای ما 17 ساله. طبق آمار جدیدی هم که همین روزا مطرح شد، تمام دستگیری‌های ما 17 تا 25 ساله. ببینید کاملا حتی متفاوته با دهه 60. من زمانی که دهه 60 تو زندان بودم تو بزرگ بچه‌ها بودم، واقعا اون وقتم بچه‌ها بودم، من نسبت به بچه‌ها چون نرس بودم بزرگتر بودم. ولی به همین دلیل واقعا وضعیت زندانیان رو باید دریابیم و شعار زندانی سیاسی آزاد باید کردن در همه تظاهراتی که الان بچه‌های ما در کف خیابونن و در خارج کشوری که ما حضور. بسیار سپاسگزارم رفیق مرسد، حرفاتون بسیار زیباست. چند دقیقه وقت داریم، اگر پیامی دارید که بخواید از طریق تلویزیون ما به گوش زنان مبارز و خانواده زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه و مردم ایران برسونید، بفرمایید. من اول پیامم به خانواده های دادخواه عزیزه، به خصوص میخوام از کردستان شروع کنم، چون برای من این صحنه هایی که با گل سرخ و پرچم سرخشون میان، من باهاشون گریه میکنم و من همراهش هستم. خانواده خاوران همراه شما، خانواده های دادخواه از کردستان تا سراسر ایران هست. ما دادخواهان باید در کنار هم بایستیم. ما صدای دادخواهیمون رو به گوش جهانیان رسوندیم که الان میخوان کمیسیون حقیقت یافت بشه. ما باید همدل باشیم و یک دست. و آرزو داشتم، آرزوی من این بود که الان در کنار شما مادران و خانواده‌های دادخواه بودم. میدونم درد کشیدم، 3 تا عزیزم رو اعدام کردن، ولی باید بجنگیم برای آزادی، باید بجنگیم که دیگه قاب عکس اضافه نشه. پرچم دادخواهی ما خیلی بزرگ شده، متاسفانه این پرچم قرمز ما هر روز داره عکسای زیادی رو بهش حک میشه. برای اینکه این تاریخ و این کشتار رو قطع کنیم، باید این رژیم رو سرنگون کنیم و اون روزی که هست روز جشن دادخواهیمون هست، هرچند که عزیزای ما در کنار ما نیستن، اون رو هیچ وقت به دست نخواهیم آورد، اما آرمان‌های اونها و اهدافی که داشتن این بود که این رژیم نباشه. به همین دلیل من با تمام خانواده‌های دادخواه هستم. تا اونجایی که توان دارم میتونم صدای دادخواهی شما رو به گوش همه میرسونم و در ضمنم ادای احترام میکنم به شما تمام دختران و پسران جوانی که در کف خیابون دارین واقعا تاریخ میسازین، تاریخی که در جهان مثل انقلابات مهم دنیا
یک زمانی از انقلاب فرانسه گفتن، از انقلاب اکتبر گفتن. تاریخ این روزها رو ثبت کرد، در کتاب‌های درسی مدرسه این تاریخ ثبت خواهد شد و همه دنیا از این تاریخ یاد خواهند گرفت برای رسیدن به آزادی. مرسی از اینکه این وقت رو به من دادید. بسیار بسیار سپاسگزارم از حضورتون رفیق مرصد قائدی، فعال سیاسی و دادخواه خاوران. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. باز هم من تشکر میکنم، خیلی ممنون که این امکان به من میدین که من صدای دادخواهی ما بتونم به گوش بینندگان عزیز برسونم. با آرزوی پیروزی. با آرزوی پیروزی. و بینندگان عزیز، یک بار دیگه در پایان برنامه 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان را گرامی می‌داریم و به امید روزی که در هیچ جای جهان شاهد هیچ نوع نابرابری و ظلم و ستمی نباشیم و به امید روزی که زنان ایران پیش قراولان آزادی خواهان بتونن انقلابی رو همراه با مردان مبارز بنیان بنهن که در اون هیچ آثاری از استثمار و ظلم و نابرابری نباشه. از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. تکفیر میکنی گلو به جرم انتشار عطر، خط میزنی فواره رو قطره به قطره سطر سطر، منو به دار میکشی به اتهام یک نفس، پرنده رو پر میبری در این شب قفس قفس. دیوار میکشی هنوز بین چراغ و چشم من، زنجره ها رو میکشی از ترس هم صدا شدن، رگبار میبندی به ماه، فانوس و گردن میزنی، ستاره پایین میکشی، آینه ها رو میشکنی. با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی. با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی.